این تکنیک اکسکاواتورهای معمولی نیست که همه ما آن را دیدیم و با چگونگی فعالیت آن آشناییم. تکنیک مذکور را ظفر وحیدов با در نظر داشت فرقیت‌های کلیش همگی در دام 2 ماه اختراع کرده است. از روی خرد بودنش این تکنیک امکان دارد در جایی که اکسکاواتورهای قبلی کار کرده نمیتوانند آزادانه فعالیت کند. اگرچه از روی جابجاگذاری تکنیکی به اکسکاواتورهای قبلی شبیه دارد ولی از روی حجم و اندازه فرق کننده است. متخصصان این نمونه تکنیک را در این سمت اولین اختراعات ارزیابی می‌نمایند. تکنیکای خردی عملکننده ساختمانی را ساختم. تکنیکای ما برتریش از دیگر اکسکاواتوران در آن است که در بین پیراهه‌ها، گذرگاه‌ها و جاهایی که خیلی جای تنگ است کار کرده میتواند. اکسکاواتور ما برای کندن جای برای قبورهای گاز، برق، شبکه‌های علاقه و آب نیز استفاده می شود و نیز برای تازه نمودن جویبارها استفاده می شود. امروز دانشگاه تکنیکی تاجیکستان دارای مخزن دانشجویان لیاقتمند و صاحب ذوق می باشد. ظفر یکی از آنها به حساب می رود. ایده که ظفر امروز در عمل تطبیق کرده است یکی از ایده‌های بهترین در سمت استفاده بری تکنیکای خرد می باشد. جمهوری ما که 93% را منطقه کوهسار تشکیل می دهد استفاده بری چنین تکنیکای خرد مقصدناک می باشد. این را اول لایحه کشیدیم و با استاد خود پیشنهاد کردیم و آن را به طرز عمل کننده ساختیم. تکنیکای ساخته من از محرک، از 4 چرخ، کرسی، از سیلیندر، کوش عبارت می باشد و اکسکاواتور ما با سوزشواری دیزلی حرکت می کنند. استفاده چنین تکنیک خرد و استفاده اش قلای خاصه برای کشاورزان و خواجگیداران بسا موافق و دسترس بوده است. اکنون ساکنان کشور امکان دارند که در روند کارهای خواجگی قشلاق یا دیگر نمود فعالیت خواجگیداری از آن ثمرناک استفاده برند. خود این اختراعکار کشفیات خود را مشکل آسان کن نام میبرد. از سبب که اکسکاواتورهای کلان در جاهایی که محدود است رفته نمیتواند، اکسکاواتور ساخته من میتواند رفته کار خود را اجرا کند و برای کارهای خواجگی خیلی ضرور است و برای مشکلی مردم را آسان کردم. این تکنیک خرد برای بسیار نفران هم خیلی هم دسترس می باشد. چی در خواجگی قشلاق هم استفاده بودن برای کندن جویبارها، گذراندن قوربارها بسیار هم قلای می باشد. این تکنیک خرد حتی میتونه در داخل بینو کار کند. این دستگاه خرد از متل مخصوص ساخته نشده است. ظفر آن را از آهنپاره‌های نالازم بنیاد کرده مقصدش را عملی کرده است. در کشور موادهای زیاد موجود است که آن را مردم نالازمه میشمارند و حتی در پرتابگاه‌ها میپرتویند. چنین محصولات میتواند به کسی و یا عملی نمودن هدف مفید باشد. میاندیشد خود این کشاف و در ادامه صحبتش از ضرب المثل 100 روز در بار 1 روز در کار یادآور شد. من این تکنیک را از تراکتورهایی که فرسوده شدند کارنوشه آن است، من این را قسمهای آن را گرفته به طرز خردی عمل کننده ساختم. از سبب مثال حجم خرد است، از حساب حجم، از حساب سوزشواری از اکسکاواتورهای کلان فرق میکنند. ظفر وحیدов کشفیاتش را نه تنها با مقصد استفاده در کارهای خواجگی قشلاق ساخته است، بلکه میخواهد پس از تکمیل آن در کارخانه‌های صنعتی نیز مورد استفاده قرار بگیرد. از نگاه بخطری بعضی کمبودی‌ها هست، ما آن را اصلاح کرده ایستادیم. حال حاضر این تکنیکای خرد تکمیل داده ایستاده شده است. برای همین بعد پورا به انجام رساندن همه قسم‌های این تکنیکای خرد ما آن را به استحصالات پیشنهاد می‌نماییم و نرخ آن را توصیه می‌نماییم. عصر 21 را بدون موجودیت تکنولوژی معاصر تصور کردن غیر امکان است، زیرا علم با سرعت کیهانی پیش می رود و اختراعکاران باید به نوآوری‌های تکنولوژی دست بزنند. ولی متاسفانه به گفته کارشناسان سطح نوآوری در کشور چشمرس نیست. بعضا جوانان به اختراعات‌های دست می‌زنند که برای استفاده عموم مطابقت نمی‌کند. حتما اختراع پیشنهاد شونده باید که در صنعت یا دیگر ساحه‌های فعالیت انسان تطبیق شده تواند، افسانه‌ای نباشد.
یعنی که واقعا هم جدی تصدیق شده، یعنی که تطبیق شده تواند. اگر به شرطی که همون اختراع تو درجه گوییم که ضروری جالب باشد، بازارگیر باشد، حتما صاحب کار یا نفر دیگری سرمایه گذار میخواهد که اون اختراع رو در استحصالات تطبیق کند و اون نیز یعنی که فایده خود را گیرد. برای اون که یک نفر چیزی نوش رو اختراع گفته معرفی کرده تواند، اصلا باید که سنجش دولتی را گذارد و در حالتی که اگر با این طلبات ها طبق قانونگذاری جوابگو نباشد، البته یعنی که حجت محافظتی گرفته نمیتواند و این از یگان گوییم که راه‌های دیگر یا چاره‌های دیگر وابستگی ندارد. وقتی که به همین سه طلبات قانونگذاری جوابگو نباشد، دیگر یگان راهی یعنی که حجت گرفتن وجود ندارد. این اختراعات ها باید پیشتر بیش از همه به طلبات بازار داخلی جوابگو باشد و سرطلب باشد که جمهوری نیاز به چنین اختراعات داشته باشد. ما حرکت میکنیم در دانشگاه آن ایده را دستگیری نماییم که امروز برای رشد کشور ما ضرور باشد. برای همین ما در یک جای با استادان و راهبران این لایحه‌هایی که از طرف دانشجویان پیشنهاد میشود کار کرده ایستادیم. در حقیقت بغیر از ظفرجان در دانشگاه بعض دانشجویانی هستند که با فعالیت علمی تکنیکی دست میزنند. از آن جمله آقای فراموش در آزمون مرکز ملی پاتنت اطلاعات جای اول را سزاوار شد. ایده این گونه دانشجویان به هر حال اگر خام هم باشند از طرف ماموریت دانشگاه دستگیری یافته ایستادند. зафар воҳидов дар бахши сеюми факултети нақлиёти донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ таҳсил намуда дар озмуни ҷумҳуриявии навоварон ва ихтироъкорон бо кашфиёти экскаватори худ сазовори дипломи махсус гардида буд ки онро дар ҷодаи интихоб намудааш қадами аввали дастовард медонад. ширкат дар чорабинии тантанавӣ бахшида ба 25-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ӯро барои кашфиётҳои нав ба нав водор кард. тоҷикистони ман, нури андар нигаҳ, ҷони андар бадан, ҷовидон ҷон ба ҷон, ҷовидон тан ба тан, бо туем эй ватан, бо туем эй ватан. من همچون یک آموزگار به ظفر مصلحت میدم که علم خود رو رونق داده در آینده یک اختراعکار خوبی تاجیک گردد که تواند جمهوری ما را در دیگر دولت ها معرفی نماید. зафар воҳидов мехоҳад ба ихтироъоте даст бизанад ки он барои мардум ҳам зарур бошаду ҳам дастрас, ки он тавониста бошад мушкилиҳои сокинони кишварро осон намояд. бо ин ҳадаф чандин нақшаву барномаҳои ҷадидеро рӯи кор овардан мехоҳад. ин кашшофи ҷавон имрӯзҳо вақти худро бештар ба он сарф мекунад ки дар лоиҳаи навбатии худ низ муваффақ гардаду кори мардумро осон намояд. ما در آینده نقشه داریم که باید یک میکروافلوپسی خورده که با قوای آفتاب حرکت میکند اون رو مورد استفاده قرار دهیم. در آینده ظفر با قله‌های بلند هم نظررس می شود برای که آن ذوق، آن مهارتی که ظفر امروز در دانشگاه نشان میدهد برای کارهای علمی تحقیقاتی بنیاد در صد اعلی می باشد. در آینده ظفر می تواند با ایده های نو خود ما را در حیرت گذارد. зафар